Hello my friends، خیلی خوش اومدید به پارت بعدی آموزش سلنیوم پایتون. همونطور که متوجه هستید در پارت قبل ما اومدیم برنامه‌ای نوشتیم که سایت پایتون رو باز کنه و در قسمت تکست بارش یعنی قسمت جستجوش بیاد wordmth رو سرچ کنه و این رو برای ما وارد کنه. خب ما در ادامه میخوایم که وقتی که این رو برامون وارد کرد روی این باتن گو کلیک کنه و وارد این صفحه بکنه ما رو که ما بتونیم قسمت سرچ رو ببینیم. خب بریم که این رو داشته باشیم. خب دوستان، برای این منظور ما مانند دستور قبلی که داشتیم میایم اون باتنی که وجود داره رو المنتش رو دریافت میکنیم، یعنی با همون چیزی که گفتم ما میایم وارد چیز میشیم، سایتی که مربوط هستش میشیم، روی این گزینه میزنیم و روی باتنی که مد نظرمونه کلیک میکنیم. الان همطور که مشاهده میکنید ما میتونیم ایکس پس این باتنی که وجود داره رو کپی کنیم. گزینه کلیک راست میکنیم و روی کپی و فول ایکس پس رو میزنیم. همونطور که گفتم میتونیم با استفاده از نیم، آیدی و کلاس نیمی که وجود داره این چیز رو، آدرسش رو پیدا کنیم. وارد خب برنامه میشیم، این رو اینجا پیستش میکنیم و این دفعه از متد کلیک استفاده میکنیم. کلیک این قابلیت رو به ما میده که به صورت پیش‌ورز روی این کلیک میکنه و با کلیک کردن روی این باتن وارد صفحه جدیدی میشیم. میریم یه دونه تست ازش داشته باشیم و ببینیم که به چه صورت. متاسفانه تازگی خیلی سرعت اینترنت اومده پایین، باید یکم بیشتر صبر کنیم تا نتایج رو مشاهده کنیم. خب وارد سایت میشه، wordmth رو باید برامون تایپ کنه و روی گو کلیک کرد و وارد این قسمت سایت شد. اگه دقت کنید من توی پارتای قبل یه دستوری رو بهتون آموزش دادم که میتونست URL جدید سایت رو برای ما به دست بیاره و اگه شما دقت کنید الان URL جدیدی ما توی این پیج داریم و میخوایم از این استفاده کنیم. با همین منظور با پرینت کردن driver current URL ما میتونیم URL جدید سایت رو به دست بیاریم که وارد صفحه جدیدی شده. خب دوستان، بعضی اوقات ما نیاز داریم که در قسمت سرچ بار چیزی که وارد میکنیم رو پاک کنه، یا مثلا چیزی که از قبل برامون تایپ شده رو پاک کنه. شما اگه الان روی گو بزنید وارد صفحه جدید میشه و اگه اینترنت هم امان بهمون بده خب و وقتی که برگردیم دوباره همین wordmth اینجا وجود داره. ما میخوایم این رو واسمون پاک کنه و چیز جدیدی رو بیادش سرچ کنه. برای این منظور ما از متد کلیر استفاده میکنیم. شما اگه دقت کنید مثلا اون چیزی که داریم دات کلیر، اگه دات کلیر رو بزنیم این الان برای ما پاک میکنه. مثلا من اینا رو درستش کنم. خب الان میریم یه مشاهده داشته باشیم. الان ما به این صورت اومدیم عمل کردیم که wordmth رو تو بیا تایپ کن و بعد هم پاکش کن. شما اگه مشاهده کنید اینجا برامون وارد میشه wordmth و دوباره پاک میشه. یه تایم اسلیپی ما بهش بدیم که ببینیم به چه صورت هستش. تایم اسلیپ هم خیلی بهمون کمک میکنه. ما کتابخونه تایم رو میایم ایمپورت میکنیم و میایم از تایم اسلیپش استفاده میکنیم. میگیم تایم دات اسلیپ، حالا چند ثانیه ما میخوایم واسه همون وقفه ایجاد بشه، چند ثانیه، مثلا میگیم 5 ثانیه واسه همون وقفه ایجاد کن که ببینیم پاک میکنه برای ما یا خیر. شما از متد از کتابخونه تایم توی چیزهای مختلف هم میتونید استفاده کنیم. بذار من قبل از این رو ببینیم، از صحبت کنم یکم 5 ثانیه صبر میکنیم ببینیم wordmth رو پاک میکنه یا خیر. بله، همطور که مشاهده کردید wordmth رو پاکش کرد. داشتم من کتابخونه تایم میگفتم. بعضی اوقات با توجه به سرعت اینترنتی که داریم، الان دقت کنید سرعت اینترنت من پایینه و همین منظور اینجا
ارورهایی برمیخوریم که نت ارور هستن که میگن آقا ما نتونستیم پیج رو کامل بالا بیاریم، اما شما به من گفتی که دستوری رو اجرا کن و همین باعث ایجاد خطاهایی میشه توی آدرس سایت و ممکنه که برنامه ما به مشکل بخوره. و همین منظور ما از کتابخونه تایم میایم استفاده میکنیم که متدهای مختلفی داره که یکیش اسلیپ هستش که میاد وقفه ایجاد میکنه و مثلا کامل سایت اجرا بشه، یا هم که وقتی که این متد بالایی، این دستور بالایی اجرا شد، یکم صبر کن تا بهینه بشه برای ما و بعد بیا دستور بعدی رو برامون اجرا کنه. خب دوستان، بعضی اوقات هم نیازه که ما رفرشی توی سایتمون داشته باشیم. شما اگه دقت کنیم مثلا وارد این سایت شدیم، ما میخوایم این سایت رو رفرشش کنیم، یعنی دوباره بالاش بیاریم. برای این کار هم سلنیوم متدی برای ما قرار داده که با استفاده از رفرش ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. برای این منظور ما مثلا کلیر رو میخوایم پاک کنیم و از رفرش استفاده کنیم، میریم یه تست داشته باشیم. این همون کار سرچ بار کلیر هم میتونه انجام بده که مثلا شما چیزی که وارد که با رفرش کردن میتونه برای ما اون رو پاک کنه. الان که مشاهده کنید 5 ثانیه اسلیپ و الان رفرش خودش به صورت اتومات شده. شاید دقت کنید اینجا قسمت هم که مشاهده میکنید. خب دوستان، اسم میکنم که متدهای کلیدی که برای ساخت برنامه‌ای با استفاده از کتابخونه سلنیوم پایتون وجود داره رو آموزش دادم و قراره که از ویدیو بعدی ما سراغ آموزش پروژه محور بریم و قراره که برنامه متفاوتی بنویسیم و از اونها استفاده کنیم. تا یه ویدیو دیگه شما رو به خدا میسپارم و خدا نگهدار.